جوزف چطور رفتی تا یه بالا بسیار یخک است. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز و برادران گرامی، ما آمدیم به خانه مرسل کوچک که در جاده‌ها تخم فروشی میکرد و تحت حمایت ماست. فضل احسان پروردگار حال دیگه تخم فروشی نمیکنن. خواستیم دعوای سرد زمستان احوالشان بگیریم و به خاطر ازی که یا در سر کو زندگی میکنن و راه یخک از برف است، از ما تقاضا کردن که برشان مواد غذایی بیاریم. ما برشان مواد غذایی آوردیم و تشکر میکنم از برادر ما که لطف کردن، مهربانی کردن و مرسل جان همکاری کردن، مساعدت کردن در هوای سرد. خداوند اجرشان بده. همینجا بانیم خیلی که باز بخیر خودشون تسلیم شونیه. برشان هم چوب گرفتیم، زغال سنگ، آرد، برنج، روغن، مکرونی، بوره، لوبیا و همچنان روب و یگان مواد دیگه که لازم است برشان گرفتیم. و سپاس از برادر عزیز ما مدثر مرادی از آلند که لطف کردن، مهربانی کردن در این هوای سرد زمستان برای مرسل جان کوچک همکاری کردن. برای خانوادهشان مبلغ 15957 افغانی که از این میان برایشان مواد سوختی و همچنان مواد غذایی گرفتیم و یک مقدار پول دیگه هم پیش ما باقی مانده که انشالله برایشان تسلیم میکنیم تا ای که یگان جمپر بود، یگان چیز دیگه که نیاز دارن در خانه انشالله در این هوای سرد بگیرن تا ای که بتونن یک زندگی راحت سپری کنن. السلام علیکم. چطور هستی جان کوکو؟ خوب هستی؟ صحت خوب است؟ جان جور است؟ خانه خیرتی است؟ کلگی اعضای فامیل خوب است انشالله؟ زنده باشی و خیر باشی، سلامت باشی. مرسل جان خانه است؟ خواه بسیار خوب. خیلی مرسل جان غرض نگی، ما براتون یک مقدار مواد غذایی آوردیم دیگه، چوب و زغالی چیزا آوردیم. بخاری دار شاندین انشالله در هوا سرد از دیگه بخاری است نه؟ زنده باشی و خیر باشی. یک برادر ما از هلند کمک کرده براتون که یک مقدارش براتون مواد غذایی و چیزا گرفتیم دیگه. مبلغ 1 2 3 4 5,000 افغانیش هم باقی مانده که برات میتون میره برای مادر جان تقدیم کن انشالله که دعوای سرد زمستان براتون یگان جمپر بود، یگان چیز دیگه که نیاز داریم بگیره براتون. صحیح؟ زنده باشی و خیر باشی، سلامت باشی. رفتیم خیلی اینه یارو براتون آوردیم دیگه، باز بگیرین. صحیح؟ بخیر باشی جان کوکو، بخیر باشی. رفتیم. خداحافظ.